سلام، چطورین برا بچه؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون، یعنی چیز گیم. توی این ویدیو اومدیم ببینیم که چرا راکستار ادامه ردد دو رو ادامه ردد یک نکرد. اینجا واسه خیلی هاتون سوال پیش اومده، پس همراه من باشید بریم سراغ ویدیو. خب چند تا دلیل داره، ما میخوایم دلیل هاشو بررسی کنیم و اینکه خب سوالایی که بین مخاطبا پیش اومده رو بررسی کنیم. اول اینکه بگم کانال منو ساب کنین، ویدیو رو لایک کنین، کامنت هم بذارین، البته ته ویدیو رو لایک کنین اگه خوشتون اومد، ولی ساب کنین. کانالمو تازه ساختم و اطلاعات ردد جی تی در اختیار مردم میذارم. الانم که 1 مهر کمتر فعالیت کنم، ولی 2 روز یه بار اینا. خب حالا بریم سراغ این که چرا راکستار ردد 2 رو ادامه زندگی جک مارسون نکرد. خب اینجا چندین دلیل وجود داره. داستان ردد 1 چی بود؟ این حالا ما وارد جزئیات نمیشیم، مربوط به گنگ مرحله که مربوط به گنگ وندرلیند بوده رو ما بررسی کنیم. داستان این بود ادگار راس خانواده جان رو گروگان گرفته بود، بهش گفته بود بعد بری اعضای گنگ قبلیت رو پیدا کنی یا بکشی یا زنده تحویل من بدی، در هر صورت تحویل من بدی، منم در عوض خانوادت رو آزاد کنم و خودت کاری ندارم. جان قبول میکنه، جان میره این کارو میکنه، در آخر ادگار راست میزنه زیر حرفش، جانو میکشه، جکم میره آخر ادگار راست رو میکشه، بازی تمام میشه. خب حالا چرا زندگی جک رو ادامه نداد؟ اینجا چند تا سوال مطرح میشه. خب مثلا ما فرض میگیریم زندگی جک رو ادامه میداد، مثلا یارو ردد 1 باز میکنه، واسهش سوال پیش میاد. من خودم هم اینجوری شده بودم که آقا مثلا این داره میگه گنگ قبلیت مگه چی شده بود؟ مگه اینا با هم رفیق نبودن، دوستان؟ چرا الان جان باید بره اینا رو بگیره؟ یا اصلا چرا جان جدا شد؟ یا اصلا جان چه کاره بود؟ چی کار میکرد؟ مثلا جانی که مثلا اونجا توی مرحله با استرنجمن، اگه اشتباه نگفته باشم، میگه من دوزی از بلک واتر رو یادمه، من فلانی رو یادمه. خب ما واسه مخاطب اونجا سوال شد، میگفت قبل بازی چی شده؟ اینجوری راکستار نخواست مخاطبا رو گیج کنه که تو ردد دادم گیج کرد. باز اطلاعاتی در مورد دوزی بلک واتر رو قبلش رو منتشر کرد، ولی ردد 1 نه. اومدن خب گذشته جان مارسون رو ساختن که مثلا مخاطب بدونه آقا جان مارسون این بوده، داستانش اینجوری بوده و اینکه جان مارسون اصلا از کجا آمده. همه اینا آره دیگه همینه. بعد حالا اگه فرض مثلا بریم میگرفتیم که آقا چرا اول ردد 1 و گذشته جان نکرد، بعد بیاد ردد 2 رو کنه ادامه جان زندگی جان. خب اینجا هم دمش گرم، واقعا راکستار کار خوبی کرد. الان دنیایی که شما دارید از ردد ردمشن 2 میبینید با اون کیفیت، هنوز خیلی از بازی های 2023 2024 رو دستش نزده. بعد راکستار میمد اونو سال 2010 با کیفیت ردد 1 منتشر میکرد، مزخرف شد، ولی واقعا دمش گرم، کار خوبی کرد. حالا من زیاد گیر نمیدم که مثلا راکستار چرا اینجوری کرد، چرا اینجوری نکرد. و اینکه یه سوالای دیگه هم پیش میاد، مثلا اگه ادامه زندگی جک میداد پیش میرفت، اصلا مثلا میگفت خب مثلا استرنجمن در مورد مثلا کی رو بگم، مثلا بیل از کجا آمد؟ حالا با استرنجمن فعلا کار نداریم. بیل از کجا آمد مثلا که دوست جان بود، ما تو بازی ندیدیم رفاقت اینا رو؟ از کجا آمد که ریس جان بود ما تو بازی ندیدیم؟ یا مثلا خاویر از کجا آمد؟ یا به جز خاویر حالا مثلا خیلی کس هم نه دیگه، مثلا همینا رو فکر کنم کشیم. آره همینا همینجوری دیگه. ما واسه مخاطب خیلی سوال پیش میمد. بعد مثلا ردد 1 یه چیز خوب داشت، یه چیز بد. خب نگاه کن، ردد 1 اصلا
ولنتاین و اینا رو نداشت. یعنی شما شهری به اسم اصلا شرق رو نداشتی، سنت دنیس، حالا کوههای گریزلی، استرابری، بعد فقط بلک واتر و حالا اینا رو نداشت. توی ردد دو بلک واتر اینا هم بودن. بعد هم غرب بود هم شرق بود. ولی ردد دو یه چیزش خوبه که ردد یک ببخش مکزیکو داره. مثلا ما خاویه رو بیلو میدونیم، فکر کنم تو مکزیک دستگیر میکنیم، زیاد خاطرم نیست، تو مکزیک دستگیر میکنیم. آره این اگه راکستار میمد، حالا من نمیخوام از بحث زیاد دور بشم، باز تو ردد دو هم مکزیکو پیاده میکرد و ما مثلا چند مرحله توی مکزیک حالا با آرتور که نمیتونستیم بریم، با مثلا جام میرفتیم تو بخش اپیلوگ، خیلی خفم شد ولی نکرد که من گفتم دور از بحثم نمیشه. حالا ما میگیم مثلا بر فرض مثال ادامه میداد همون زندگی جکو، خیلی مزخرف شد بازی. فکر کن رد ریدمشن کلا توی غرب وحشیه. بعد اگه میخواست مثلا دیگه زندگی جک مارسون رو ادامه بده، میافتاد سال 1920 30 مثلا دیگه مثلا 40 اینا. ما بازی مثلا یارو مخاطبی که ردد یک رو باز کرد بود آخرای غرب وحشی بود، میگفت خب این بازی در مورد غرب وحشی چرا یهو مثلا پرید دنیای مدرن صنعتی. واسه همین بهتر شد که ادامه نده. واسه همین من ردد دو رو بر اساس قبل از زندگی جان مارسون تو ردد یک ساخت. حالا ردد سه که در نمیاد حالا ولی امیدوارم اگه در بیاد مثلا، البته فکر نکنم در شما فکر کنید مثلا ردد سه در بیاد، بعد ردد سه رو ما بگیم گذشته جنگ وندرلین باشه که چجوری شکل گرفت تا دزدی بلک واتر. خب ردد یه بازی جهان آزاده، ما میدونیم وقتی دزدی بلک واتر رخ داد که حالا تو داستان بازی هم نیست، قبل از شروع داستان بازیه، جنگ فراری شد. الان مثلا تو ردد دو وقتی ما دیگه مایکابل رو میکشیم آزادیم بازی، چون جهان آزاده دیگه. ردد یکم همینطور فکر کنم با جک آزاد بودیم. بعد مثلا شما دوز کرد تحت تعقیبی رفتی گریزلی دیگه، مثلا بازی تموم میشد باید از اول شروع میکردی، جهان آزاد نمیشد. واسه همین فکر نکنم راکستار بیاد. شاید اگه بخواد مثلا بگیم گذشته جنگ وندرلین رو پیش بره تا همون قبل دزدی بلک واتر پیش بره، بعدش دیگه پیش نره، ولی فکر نکنم در بیاد دیگه، وارد جزئیاتش نمیشیم. این ویدیو احتمالا پارت دومم داشته باشه، پس ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا ویدیوی بعد. همه با هم خدا حافظ، خدا روبرو دوربین، خدا حافظ، خدا. یه بار دیگه بریم دستا بالا.